استاد من متاسفانه به یک بیماری دچار شدم که اون بیماری تبابتش نزد خودم است. بسیار استاد عزیز گیم بازی میکنم. گیم را میدم. استاد از همین بیماری چه خیلی نجات یابم. بسیار همین مرا به خود کشیده است که نمیتوانم رها کنم. یگان روشی هست که این را ترک کنم و همین محبت من نسبت به این کم شود. درست باش، چشم. ببینید از شما یک سوال میکنم، آیا همین نمازم را در وقتش میخونم استاد، همه این کارهای خودم را در وقتش میکنم، اما بسیارتر باز میل همین چیز را دارم. درست. ببینید آیا همین وقتی که همین گیم را بازی میکنید آیا وقت شما تلف میشود یا نمیشود؟ جواب همین سوال من را بدهید. بعضی وقتا تلف میشود، همه چیز را فراموش میکنم. درست. باز با خودم را دشنام میکنم که چرا فراموش کرده این را گفته. باش، چشم، در این مورد صحبت میکنیم برادر عزیز. الله حفظتان کند استاد. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. سلام رحمت الله. ببینید ما در مقابل همه چیز مسئول هستیم. در مقابل تندرستیمان، در مقابل جوانیمان، در مقابل وقتمان، در مقابل علممان، در مقابل مالمان، در مقابل تندرستیمان، در مقابل همه چیز مسئول هستیم و در نزد الله سبحانه و تعالی جوابگو هستیم. همه اینها نعمت‌هایی است که الله سبحانه و تعالی برای ما داده است. ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم، که بعد الله متعال می‌فرماید که بعد از اون شما در روز قیامت از در مورد نعمت‌هایی که به شما داده شده است حساب پس می‌دهید. یعنی این وقتی رو که الله متعال به شما داده است، این وقت یک نعمت است، نعمتی رو که الله به شما داده است. ببینید در این دنیا ولله مثل الاعلی، در این دنیا هر کسی که به شما یک هدیه‌ای بدهد، به یک خدمتی بکند، یک چیزی به شما بدهد، در مقابلش از شما یک چیزی طلبکار است. حتی پدرتان خرج شما را میدهد، مصرف شما را میدهد، لباس میخرد، از شما میخواهد که درس بخوانید، فرزند خوب شوید، کار بکنید که به او خدمت بکنید. یعنی هیچ چیزی در این دنیا برای انسان و غیر انسان بلا عوض نیست. هر چیزی که داده می شود در مقابلش یک چیزی طلبکار هستند. الله متعال هم نعمت‌هایی رو که به ما داده است، از ما در مقابل این نعمت‌ها تنها چیزی که می‌خواهد این است که این نعمت‌ها را صحیح و در راه درست مصرف بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند که هنوز انسان در روز قیامت قدم بر نداشته است حتی یسأل عن عمره فیما افنا. هنوز قدم بر نداشته. روز قیامت هست، همه انسان ها آمدن، شما را برای حساب کتاب آوردن در پیش اللهی که به شما تندرستی داده، صحتمندی داده، پول داده. می توانست که شما را یک انسان گدا درست بکنه، رزق و روزی بهتون نده، شما به جای گیمبازی صبح تا شام در کوچه مصروف گدایگری می بودید. می توانست که شما را کور بکنه، چشم نداشته باشید. چه بسیار هستن دوستانی که شاید دور و برتان دیده باشید کور هستن، چشم ندارن. آیا گیمبازی کرده می توانستید؟ شل می کرد. انسان هایی رو دیدید که نصف بدن اصلا کار نمیکنه. آیا این دستگیرای گیم رو گرفته می توانستید؟ نمی توانستید. این همه نعمت به شما داده، روز قیامت همین قدم گذاشتید در میدان حشر، میگه استاد عمرتو در چی فنا کردی؟ عمرتو در چه راهی گذراندی؟ علم دارید، مکتب خواندید، مدرسه خواندید، هر علمی که دارید. و عن علمه فی من فعل فی، علم خود را در چه راهی استفاده کرده، در چه راهی عمل کرده. مال دارید، امروز مال دارید، کرای خانه تانم میدید، خرج خانه تانم میدید، نان و غذا آماده است، بیکار نشستی گیم میزنی. الله متعال میپرسد عن ماله من این اکتسبته یا من این اکتسبه،
و فیما انفقه، از کجا به دست آورده، در کجا خرج کرده. و عن جسمه فیما ابلاه، و از جسمش که در چه راهی از این کار گرفته. همین الان شما خودتون گفتید آیا استفاده کردن از گیم بازی کردن ضیاع وقت هست یا نیست؟ وقت مهمترین نعمتی است که الله سبحانه و تعالی به انسان داده. همه عبادت هایی هم که سر ما فرض شده مقید به وقت است. برای چی است؟ ببینید، رمضان، وقت رمضان در ماه رمضان است. وقت روزه گرفتن از طلوع فجر است تا غروب آفتاب است و اوقات نماز وقت‌های معین. ببینید الان تقویم رو نگاه کنید، ساعت چند نماز صبح است، ساعت چند نماز ظهر است، ساعت چند نماز عصر است، کلش به ساعت است. حج، دخول عرفات وقت معین داره، خروجش وقت معین داره. زکات، یک سال کامل، یک حول که بگذره مقدار معین داره، زمانش معین شده است. همه عبادت هایی رو که ما انجام میدهیم مقید به یک زمان هست، به وقت هست. اینها همه به ما میخواهد که اهمیت و مهم بودن وقت رو برای یک مسلمان آموزش بدهد که وقت تو مهم هست. وقت خود را در چه راهی خرج میکنی؟ آیا وقتت رو در راه همین گیم زدن، کسایی که به اصطلاح ویدیو گیم بازی میکنن، آتاری بازی میکنن، گرفتار مصیبت هستن، این چه درآمدی برای شما دارد غیر از این که وقتی رو که شما باید برای کسب علم، برای کار، برای علم، برای منفعت جامعه مصرف بکنید، شما این وقت رو پشت یک تلویزیون نشستید، 4 تا کمپانی های دشمنان انسانیت، نمیگم تنها دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت، مشغول کردن شما را به یک بازی که هیچ منفعت علمی ندارد، هیچ منفعت مادی ندارد، هیچ منفعت اجتماعی ندارد، هیچ منفعت دنیوی و اخروی هم ندارد، غیر از اینکه وقت رو ضایع میکند، انسانها را عصبانی میکند. انسانهایی که مصروف این بازی ها هستن عادتا دقیقا انسانهای عصبی هستن، با همسرشان، با دوستانشان، با فرزندانشان، چون اون مصروف است، میخواد که زودتر این رو خلاص بکنه، از یک لول به لول دیگه بره. به خاطر همین برادر عزیز و گرامی، اگر میخواهید که از این مصیبت خودتون رو خلاص بکنید، از الله بترسید. اللهی که به شما این وقت رو داده است و این وقت رو شما باید در راهش مصرف بکنید. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس را نیافریدیم مگر اینکه عبادت ما را بکنن. آیا گیم زدن عبادت الله متعال است؟ شما که نمازم میخوانید، به الله هم ایمان دارید، از غضب الله نمیترسید که فردا مثلا اسم شما احمد است، صبا احمد جان شما را در میدان حشر الله متعال ایستاد بکنه، یک قدم حق ندارید که بردارید، بگه خب احمد تو روزی 1 ساعت گیم بازی کردی، در هفته 7 ساعت، در ماهی 210 ساعت، در سالی چند صد ساعت، در طول عمر چند هزار ساعت وقتت رو با این گیم مصرف کردی. الان برای هر ثانیهش باید اینجا حساب پس بدی. در چه راهی خرج کردی؟ آیا از شرم و حیا میتوانی سرت رو بلند بکنی؟ ما نمیگیم که این اوقات رو دیگه بازی نکنید، برید در مسجد بشینید عبادت بکنید، برید قرآن بخوانید، برید مثلا در مدرسه دینی بخوانید. نه، همین که شما میرید کار میکنید، زحمت میکشید، شاید بگید که من پول دارم نیازم ندارم کار بکنم. انسان نباید برای خودش تنها زندگی بکنه. امروز در جامعه تاجیکستان چقدر انسانهای محتاج هستن، چقدر زنهایی هستن که امروز محتاج یک لقمه نان هستن، چقدر خواهران ما مجبور هستن که امروز بروند در بین مردهای نامحرم، در بین گرگهای درنده برن، حتی سبب وقوعشان در فسق و فجور و فحشا بشه به خاطر یک لقمه نان. شما اگر خودتان دارید به خاطر جامعه کار بکنید. یک انسان مسلمان برای جامعه، برای انسانیت باید کار بکنه.
تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. انسان تنها نباید برای خودش فکر بکنه، بر خاطر همه جامعه باید فکر بکنه. پس وقتتان را با این بازی هایی که هیچ سودی برای شما ندارد بلکه زیان و ضرر دارد. من کسایی رو دیدم، کسایی رو میشناسم که جدایی عاطفی بین زن و شوهر ایجاد شده. اتفاقا از برادران تاجیک است. به خاطر چی؟ به خاطر همین گیم. و اتفاقا میدونم متاسفانه این مرض در بین تاجیک هایی که در روسیه زندگی میکنن خیلی رایج شده است و خیلی خطرناک است و انسان رو به طرف گمراهی، به طرف بیدینی میکشاند. ببینید این گناه هست. گاهی اوقات ما گناه های خیلی کوچیک رو اهمیت نمیدیم. فکر میکنیم که حتما کس دزدی کرد، زنا کرد، آدم کشت، ایناست گناه. این چیزای کوچیک خرد و ریزه اینا گناه نیست. اتفاقا همین چیزای خرد و ریزه سبب میشه که انسان رو به معاصی بزرگتر بکشانه. بل ران علی قلوبهم، الله متعال وقتی که در قرآن کریم ذکر میکنه این ران علی قلوبهم میدانی چیست؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که یک گناهی کوچولو کردی، یک خال سیاه در دل تو گذاشته میشه. 2 تا گناه کردی، کنارش یک خال سیاه دیگه. انقدر این گناههای کوچیک کوچیک جمع میشن، خالهای سیاه در دل انسان زده میشه تا دل انسان را زنگار میگیره. همین است که بل ران علی قلوبهم، دلهایشان را زنگار گرفته است. به خاطر همین وقتی که دلها رو زنگ زد، مثل آهنی رو که زنگ بزنه، دلها همینطور که زنگار گرفت، زنگار گناه گرفت، قرآن نمیفاره براش، دین خوشش نمیاد، عبادت خوشش نمیاد. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، صفات منافقین. به زور به طرف نماز میره، نمازم چنان به سرعت میخوانه که زودتر برگردم یا به فیلم یا به گیم یا به آتاری یا به چیز دیگر مشغول بشم. همین میشه که انسان دلش سنگ میشه. همین میشه که گوشش دیگه حرف خوب رو نمیشنوه، حرف الله و رسول رو نمیپسنده. همین است که منتها انسان میشه چی؟ جهنم و عذاب الله سبحانه و تعالی.